آقای باباجان از تاجیکستان. خیلی متشکرم، سلامت باشید. اگر کسی در حالت جنابت باشد و آب گرمی نداشته باشد و یا آب آنها به مقدار وضو باشد و یا جای برای غسل کردن نباشد، در این صورت چه باید کند؟ آب گرمی نداشته باشه، اگر استعمال آب سرد باعث ضرر بالغش بشه، یعنی در بعضی جاها، اصلا همه جای دنیا که خاورمیانه نیست که، شما در روسیه هستید 20 درجه زیر صفر، 30 درجه زیر صفر، به مجردی که با آب سرد آبتنی کنی میمیرید، جا به جا سکته میکنی. در چنین حالتی تیمم بکنه. اما اگه آب به مقدار وضو باشه، نه، اگه آب مقدار وضو شه بدنشو چرب بکنه با همون آب، یا جای برای غسل کردن نباشه، نه، اینا عذر نیست. یا مثلا تو زندان باشه، جنابت کنه، آب نیست، در بسته، چیکار کنه؟ با تیمم بکنه. در چنین حالتهای سختی که گفتم ضرورت ها محظورات ها بر می داره. حکم پلیس و استادان مکتب ها که روزهای جمعه در تاجیکستان نزد در مسجد ایستاده میشن و نمیذارن جوانان تا 18 ساله و دانشجویان 18 سال بالا را نمیذارن نماز جمعه را در مسجد بخونن. اینها مرتدانی هستند که همکاری با مرتد میکنن، منع حکم خدا میکنن، صد عن سبیل الله میکنن. بعضی از اساتید میگن ما نمیخوایم اما مجبور هستیم. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. در معصیت خداوند از هیچ مخلوقی نباید پیروی کرد، چون این اجباری پیش خداوند قابل قبول نیست. خداوند لعنت کند کسانی را که مردم را از شرع خدا منع میکنند، از نماز جمعه منع میکنند. این جنگ با دین خداه.